تعصب تاییدی یا سوگیری تاییدی به این معناست که ما بدون هیچ گونه پرسش اطلاعاتی را که برخی پیشفرضها، باورها و دیدگاه‌های ما را تقویه می‌کند بپذیریم. برعکسی تعصب عدم تایید است که دو افراد میخواین نسبت به اطلاعاتی که با دیدگاهشان مخالفت دارند به دیده شک بنگرند. ما اطلاعاتی را که میخوایم بشنویم و اطلاعاتی را که بر شنیدنشان علاقه نداریم نمیشنویم. مشکل اینجاست که هرگاه پای پاسخ درست به موضوعات واقعی به میان میآید، شواهدی وجود دارد که از یک سوی قضیه شدیداً دفاع میکنند، ولی پیش‌فرض‌های ما مانع پذیرش او اطلاعات میشن. تبعیض تعصب مهم است، زیرا معمولا تلاش داریم اطلاعات ارزیابی کنیم، میخوایم ما را به شکلی ارزیابی کنیم که درست باشه، اما همچنین گاهی نسبت به پیامدش نگران هستیم. ما ترجیح میدیم حق با چه کسی باشه و وقتی این ترجیح بر باور ما اثر میگذارد، ممکن است دیدگاه نادرست داشته باشیم و دیدگاه‌هایمان کوچک یا دیدگاهی همراه با تعصب باشد، زیرا پیش‌فرض‌های ما بر قضاوتمان نسبت به جهان اثر میگذارد. فکر میکنم خوانندگان در جهان امروز زندگی میکنند که در آن هر چه را مؤید تعصبشان باشد میتوانند پیدا کنند. اگر واشنگتن پست درباره فرگوسن به شکلی که میخواهد گزارش ندهد، میتوانند به جایی بروند که ایدئولوژیشان را تقویت کند و این چیزی است که جانبینیشان را تقویت میکند و آن جاها وجود دارد، به می دلیل هنوز در بازار میدرخشد. ما در زمانی قرار داریم که مردم میخوان رسانه خود داشته باشند. ما در جهان سیاست و سیاست ملی با گونه جدایی روبروییم. ما در هنگام صحبت از سیاست ملی نسبت بر جای دیگر در گزینش منبع از تعصب تبعیض بیشتری برخوردار هستیم، اما در واقع لحظات پرانی مانند فرگوسن و بالتیمور باید بگویم که مثال بعدی مربوط به لحظاتی است که دریچه را کمی بیشتر باز کنیم و در پایان شاید تغییر معنا است.